داشتم. چی بود؟ کنی بگذار بینیم؟ کاری تو چی هستم؟ کن تلفن از رو مامانده نمیده. این چیز با تو داخل نداره. بین من و تو سیر نبود کو. شنید بچه ها، باور میکنی زیا برای نجات میلیس رفته است؟ تا این درجه نه آخر. این میلیس باشد سخت چسبیده است. چرا دومولوزیو حیاتش رو در زیر خطر میگذارد برای میلیس شده؟ چرا؟ الان همین خیر، هر جا که بلاست زیا اونجاست. میدونی چی؟ میلیس رو در حقیقت دوست میداشته است. به خدا. چی خیلی دوست داری؟ چی هم میگویی تو؟ تو یاری منی یا یاری خرس هستی؟ نه، من برای وی میگویم. از میلیس باید ترسید. به خدا بیرو است. بین حالا هم میلیس میگوید. سلین جان لطفا این موضوع رو پشت که عصبانی میشم. زهرا جان، تو با میلیس رشت داری؟ یا خدا، یا چرا رشت کنم؟ برای چی رشت کنم؟ چرا رشت کنم من؟ زیا مرا دوست میدارد. ها، من هم همین رو گفتنیم. دومولوزیو تو رو دوست میدارد. با میلیس رشت بردنت بیهوده است. تو از میلیس میترسی که دومولوزیو رو از دستت میگیرد و... چی ها میگویی تو؟ چی خیلی از دستم میگرفته است؟ از دست ما گرفته نمیتواند، گرچنده که زیا دوباره او را نجات داده است. تمام نباشد. دومولوزیو تکرارا دلش سوخته نجاتش داده است. تکرارا گفتی تو؟ میلیس را زیا نجات نداده است. یک آدمی نقاب پوش نجات داده است. آدمی نقاب پوش گفتی؟ خوش بچه ها، امروز درسمان طریق اینترنت میگذرد. نواری را میکشم، شما هم آرامانه تماشا میکنید. میلش. محترم جماعت، هر بنده مرگ را میچشد و نماز جنازه را هر مسلمان این هجری نیست مگر؟ باز هجری ها؟ میگوی 10 مگابایت میرسد. این کودک در حقیقت بی عقل است. استاد من باید اون سلاح را گیرم، اما چه خیر. آدمانش آنجا را مثل قلعه محافظت میکنند. سلاح را در زیر زمین گور کردند. خدا استاد نگهبان با جواب باشه. بیاد داخل. ای بچه ها، چی گپ است؟ آدم نماز جنازه را میفهماند، شما چرا میخندید؟ استاد جنازه هجری است. استاد با یگان کامپیوتر دیگر پیوست شدیم. چی استادم نیست اونجا. هجری؟ پسرم؟ ها استاد با شما یک سوال دارم. پسرم، تو در اینترنت چی کار داری؟ چی گپ است؟ استاد بچه های محله ما همشون خکر هستند. برای با شما در رابطه شدن بسیار خدمت کردم. یا خدایا پسرم، با من در رابطه نشو. رو از برای خدا. میپرسم استاد گوش کنید. اگر آدم ها با هم دیگر عاشق نشده خانه‌دار شوند جایز است مگر یا نه؟ چی؟ خانه‌داری عقلانی میگویند، چی میگویند همون جایز است یا نه؟ با این سونیگر درباره خانه‌داری میپرسد. هجری، تو به ما عقل قرض داده ای که این خیلی سوال ها میپرسی؟ در من عقل نمانده است دیگر. این مردک جایزه یا نه؟ جایز نیست هجری. خانه‌داری عقلانی گفتنی گپ نیست، چون که در جایی که عشق باشد عقل نیست. خاموش باش. عشق با عقل یک جان نمی شود. این خیلی چیز نمی شود آخر. یعنی استاد بدوز داشتن خانه‌دار شدن جایز نیست همین خیلی؟ یا خدایا هجری، یعنی جایز شاید باشد اما درست نیست. مرا میفهمی پسرم؟ یعنی دو نفر همدیگر را دوست ندارن خانه‌دار نمیشوند. یعنی خانه‌داری عقلانی وجود ندارد. خدا از شما راضی باشد استاد رحمت. بسیار راحت کردم. خیر، روز بخیر. برنامه ما باشد در اینجا به آخر رسید. خانم بانو؟ جناب کنعان،
سلام السلام. سلام جناب کنعان. ای خدای این چه خنده زیبا هستی. بخشش نفهمیدم. من خواستم از شما پرسم یگان مشکلی نیست؟ بچه ها ناراحت نمیکنن شما را؟ تشکر، سلامت باشید. به خدا در سایه شما همه خوب است. وای استغفرالله. چه خیلی نفهمیدم من. من سرم را عرض بوده خود میشم برای همین کفش رو میکنم. تماز دمت رو گیر. کیپ کویت. کیپ کویت. این رو میگی؟ یگان خدمت باشد حل کنید. اوف. درسای خوب رفیقان. جناب کنعان. معلمه شما چی خیلی؟ خوبم تشکر زیاد بفرمایید. بچه ها شما رو غم نمیدهند؟ نه غم نمیدهند. با درس گوش میدهند؟ بله گوش میدهند البته. بسیار خوب. معلمه بانو را نرنجانید. خوب معلمه یگان چیز لازم شود من در همینجا هستم. مایلش تشکر زیاد. درسای خوب. درسای خوب. معلمه بانو. جناب کنعان. چی خیلی هستید؟ رحمت. شما در نوبت هستید؟ بچه ها معلمه بانو در نوبت هستید مگر؟ شوکت معلمه بانو رو در نوبت نگذارید. معلمه بفرمایید. نه جانم این خیلی نمی شود. جانم خواهش میکنم لطفا. بچه ها مرا ببخشید. و چرا معلمه رو نوبت نمیدید؟ شوکت معلمه بانو چیزی که میگیرن از حسابی من است. شوکت چه مثلی وحشی نگاه داری ها؟ از حسابی من بفرمایید. تشکر زیاد. ای معلمه جان من اونقدر آمادگی دیدم اما شما باشید مرا باز بهای دو ماندید. به خدا این خیلی نمیشود. من از بالایتون شکایت میکنم. یا خدایا. به خدا کی؟ یعنی معلمه جان شما با ما بهای یک کم گذارید ما راضی هستیم. بیا دستتان را ببوسم. بسیار معلمه زور هستید. به خدا به همه کارهای شما ما راضی هستیم. معلمه جان ببینید من تیار کردم. معلمه ببینید درس رو من تیار کردم. معلمه در حیاتم یکم بار وظیفه خانگی کردم. کنی بینید این رو؟ اوی ایستو نوبت من است. کنی بچه ها اول از من رو بینید. بله معلمه یک جای کردم. استغفرالله. ما چی خیلی که نباشد علم و تعلیم رو دوست می‌داریم. برای بلند برداشتن صفت تعلیم یعنی 9000 10,000 11,000 12,000 پول در کار است. من به این هم از سر تا پای شما علم و تعلیم رو میبینم. این چی سخنهای بیمزه هستن که من گفته ایستادم؟ جناب کنعان برای همه‌اش تشکر زیاد میگویم. با اجازت شما من به درس میدرایم. البته بفرمایید اجازت در دست شماست. ای بچه ها من عاشق شدم. این مردک دیوانه است دیوانه. ای بینمک ای بیشرف اینجا بیایید. لبک قانون معبدی آمون. گوش کنید. تنفس اعلان میکنیم. رفته زنگ رو زیر کنید. طلبه ها امروز ایت کنن خورسندی کنن. همین کاروش دوست میدارم. منم دوست میدارم. خیر رفتی. روید زود. جناب کنعان. چی گپ است بانو؟ نمیدونم استاد. آقای کنعان چی گپ است؟ تنفس اعلام کردیم. تنفس اعلام کردید؟ بله. آخر من امتحان گرفته ایستاده بودم. شما باشه تنفس اعلام کردید. با خدا هیچ چیز را من نفهمیدم. شما عشق را نمیفهمید. حیثیات را نمیفهمید جناب شیرالی. نفهمیدم. عشق پیش گفتنتان با این کارتان چه علاقه دارد؟ چه خیلی نمیفهمید جناب شیرالی. باز استاد متماتیک بودید. استاد متماتیک نه، من ادبیات درس میدم.
خوب چیزی نیست. گپ رو دراز نمیکنیم و امروز استراحت میکنیم. امتحانتون را بعداً میگیرید. تمام. جناب کانون شما چی کار کرده ایستاده اید؟ مکتب از من است کو. هر وقتی که خواهم تنفس میدیم. با شما چی؟ برای چی تعطیل میدی؟ برباری تعطیل داده. در درون من عشق موج میزند. این باشد تعطیل عشق است. مردک مگر خیلی تعطیل میشود؟ تو از عشق چی میفهمی دیرکتور؟ دوست داری همش میشود. حاضر همه طلبه ها را در پایان جمع کن. درباره تعطیل خودم گپ میزنم. رفتیم. خیر بچه ها کو بیای بریم ببینیم چی میگه. رفتیم بچه ها. فراموش نکنید جوانان، در این دنیا از عشق دیده چیزی مهمتره نیست. وطن را دوست دارید، ملتتان را دوست دارید، عائله‌تان را دوست دارید، مکتبتان را دوست دارید، استادانتان را دوست دارید. چه خیلی که گفتن دوست داریم تا دوست تمام دارن. این دنیا با کسی نمیماند. در اینجا سخنم را با آخر رسانیده و همه شما تعطیل عشق را صمیمانه تبریک میگویم. تا بابای کانون با ماست خوشبختی از آن ماست. تا بابای کانون با ماست خوشبختی از آن ماست. تا بابای کانون با ماست خوشبختی از آن ماست. تا بابای کانون با ماست خوشبختی از آن ماست. تا بابای کانون با ماست خوشبختی از آن ماست. تا بابای کانون با ماست خوشبختی از آن ماست. تا بابای اینجا چی گپ است پسرم؟ بابای کانون در مکتب تعطیل اعلام کرد. بابای کانون در مکتب تعطیل اعلام؟ بله، تعطیل عشق، تعطیل عشق. با خدا بابای هستی کسی هستی در سایه تو از درس جانم خلاص شد. چی گپ هست اینجا؟ کانون دیوانه یگو نمایش تشکیل مگر کرده. نمیشنوی بابای کانون با ما تعطیل اعلام کرده است. چه تعطیل؟ تعطیل عشق. تعطیل عشق؟ از این خر همین رو انتظار بودیم. چرا تعطیل کرده است؟ با معلمه بانو عشق است، برای همین تعطیل اعلام کرده است. تعطیل جان ما هم خلاص شد. کانون شوکت چی کار میکنی دیوانه؟ خاموش باشید. شوکت تو مردی. کانون دیوانه در مکتب تو تعطیل اعلان کردی. بله؟ گوش که بدبخت میدونی که به آشخانه مرا سنگ اعلان کردی. این میمون چی میگوید؟ شوکت دیوانه با سرم را در بلا تو میگذاری. زیدی قانونی معارف عمل کرده ایستاده. من به تو اجازت نمیدیم که قانون رو پایمال کنی. ای دیوانه مرا گوش کن. دعا کن که کودکان اینجا هستند، وگرنه من چنان پایمالت میکردم که بد میدیدی. هیچ گپ نه. امروز تعطیل عشق است. گوش که برادر، این مکتب آشخانه چی داره؟ آشخانه چی حق داره که تعطیل رو برهم دیه. کسی به اجازتی من کار میکند میکشمش. نکن شوکت. رفتیم بانو جان عشقم. چی کار میکنی؟ چی کار میکنی تو؟ ها؟ چی کار میکنی؟ چه خیل دستی معلم را گرفتی تو؟ ها؟ میبردارم هوش میتم، با میبردارم هوش میتم. چی کار کنم نکنم بانو ای خدمه. فهمیدی کانون دیوانه؟ سری مرا ویرو نکن. من حاضر تو را میکشم. وای من نکنه. بانو جان تماشا کن. بچه ها دور بسین. کو بینه کنه همه ابله چی کار میکنه. اینا من در پیشت ایستادم. پرونم. اکا شوکت چی ایستاده شما دهانتان کشادگی؟ پران دین خدا زده را آشخانهش از سرش مانه.
پرونه عشق بانو هست جوشن در تنم کسی او را از شوکت جدا میکند قبرش را میکند شوکت اینجا بیا 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 شر بچه من بیا بین امروز به خاطر حرمت و احترام نسبت تعطیل عشق همه بچه ها در آشخانه تو هر چیزی که میخوان خورن نوشن از حساب من به پول تا بابای کنان با ماست خوشبختی از آن ماست تا بابای کنان با ماست خوشبختی از آن ماست تا بابای کنان با ماست خوشبختی از آن ماست رفت از قضای کار شد خوشبختی از آن ماست تا بابای کنان با ماست خوشبختی از آن ماست تا بابای کنان با ماست خوشبختی از آن ماست این حیوان فهمون که میگیرم میفهمم تا بابای کنان با ماست خوشبختی از آن ماست سردارم شما فکر نکنید که ما شما رو در اینجا محکم میکنیم چون که پلیس هستی تکیونه شما فکر کنید که ما شما رو در اینجا نچرین اخرانه تعیین کردیم لوند دهان تو اندوزش رو گم کرده است در کوتاه‌ترین مدت من دهانت را ساز میکنم تمام سردارم گپ رو زیاد نمیکنیم حاضر من کار دارم ولی من همیشه آماده شما رو نظارت بکنم احتیاج به چیزی داشته باشید میارم فنری چوپچو تمام خدا یارد افتی خنوکت درگو چشمه ابله چی کار کرده دا؟ چرا سلاح رو نیافتید؟ به خدا اکان رو در همین جا مونده بودم نمیدونم کجا شده که از کجا میدونم حیوان ها من با شما نگفته بودم که به مکتب سلاح نیارید اینجا مکتب است مکتب مکانی علم است چرا سلاح میارید حیوان ها گوش کنید احتیاط کنید سراسی من نشوید برای کودک ها نمونه آدمی بد نشوید یگان خطاگی کنید گورتان میکابم فهمیدید تو رو مرانه روید گم شوید از نظرم خای از پشت اینها چی چیزها به سرم نآمد درد بی سر شدن خدا لعنت کند شما را چیکار میکنی؟ ساعت مرا ساعت ما این رو میکشم گفتم ایستا گم شو استاد شما آمدید ها؟ خوش آمدید خوش باشید جناب چی گپ شد در اینجا؟ شوکت کمی بی اهمیتی کرد یک روز پایش تاب خورده بود حاضر باشد اینجا افتیده است اما بعد از گذاشتن چای شما افتیده است شوکت بین استاد آمد است رفته برای ما 2 تا قهوه آماده کرده بیار زود باش استاد با این چی شده باشد اوه به عقل های ما از صبح انا این سلاح رو میگفتن اینجا بود است
استاد لبای خبر دارید؟ اونال را دستگیر کرده با محبس بردن. یا خدایا بسری برادری رحمتیتان بلا شده بود. آه دل رحمتی به خدا گرفت تو را. شنید استاد راست نیستی؟ خوب شد که از آن دیوانه خلاص شدیم. برادر رهایم کن میگویم. رفته دهان بینیان بشرف را بشکنم. برادر وای کلتا کلیسی بشرفی لعنتی در بیرون آزادانه سروگشت دارد و من باشم در محبس هستم. این خیلی نمیشود مگر برار چرا میپوشی در را کشا بگویم کشا مرا از اینجا برارد. این عجینه رو ببین. آدم اینقدر بیزیب هم میشد است. در قطار مرده هست او. خوب میشد که او رو بابایم به خارج روان میکرد. اوف از این که جانم خلاص میشود. افتش رو بین مثل تیمسا است. با همین افتش در خوابی احمد ندار آمد که احمد هوشش به جایش بیاید. میخواهم خیسته مویهایش رو کنده پرتویم عجینه. نه این خیلی نمیشود. بابایم را میگویم که دیگر جا بکوچیم. اینها اینجا ایستند. یگان بلا رو به سر میگارن. عجینه تو مرا چیزی گفتی؟ من به تو چی میگویم؟ گپم حیف میشود. اما اگر خواهش کنی که گپ زنم به تو میگویم دوستاشه دختر امکت را دوزیده ای. یک دختری بیچاره هستی. من به تو سراغه احمد را نداده بودم. اما تو چی کار کردی؟ رفته مثل هر وقت از بیهنریت دستت خالی برگشتی ها؟ بعد به من تهمت زدی. از دل سیاحت همه افلاسی ها رو برآورده. تو رو کدام مرد دوست می داشته باشد گفتی کو؟ اما چی شد؟ چی شد؟ احمد مرا دوست داشت. مرا چی خیلی حیران کردم تو رو. بیچاره مشتی کردیم. البته که نمیدونی. از کجا داند این دختره که بیچاره او رو در یک خانه محبسی کردن. تو چی ها میگویی؟ زیا از من عذر پرسید. دروغ میگویی؟ من قبول کردم اما با یک شرط. دیگر نام ملیس را به زبان نمیگیرد. دلت رو شکستم. تو بسیار غمگین شدی. دروغ میگویی تو افلاسی دروغگو. با بابایم همراه شده برای مرا از احمد دور کردن همه کارو کردید. مرا از احمد جدا کردن نمیتوانید فهمو؟ میلیس جانم تو خیال میبافی؟ زیا مرا دوست میدارد. میدونی من حاضر چیکار میکنم؟ لباسایم را عوض کرده میروم با احمد یعنی زیا وا میخورم. هم احمد هم زیا مرا دوست میدارد. تو بازدی؟ بدتمیز. اکنون راه به آخر رسید. یا کلتکیلاس میمیرد یا من. ولی سردار اگر ما کلتکیلاس رو کشیم ما رو زنده نمیمونند.
باشد. از کسی نمی ترسم. کسی که از جان دادن ترسد جان گرفته نمی تواند. اوف. چی شد؟ میلیس عصبیم میکند. او رو کشتن میخواهم به خدا. از دلگیر شدم. زهرا تو هم میلیس گفته مرا سرم را گران کردی. گپی دیگر نداری غیر از میلیس. تو رو دوست میدارم اما بابای دختر رفتاری بد کردن نمیتوانم آخه. تو میلیس رو طرفگیری میکنی؟ چی؟ نه طرفداری نمیکنم ولی بابایت میلیس رو در آن خانه محکم کرده بوده است. تو باشی به من چیزی نگفتی. با سر نکن میلیس گویی رو. میلیس یه بس بوده که میلیس گویی آخی؟ جانی من زیا، عشق من زیا، میدونی جونه که من از رشک این گپ ها رو گفتم. جانی من به کسی تو رو نمیدیم. زهرا چی کار میکنی؟ نمیبینی؟ استانبول بسیار بزرگ است اما آنقدر بزرگ نیست. یگان شاگردم بیند میگوید چه خیلی استادی دین است. با بیند دنیا با بیند همه ایش که بزرگی ما رو شنود. بیا از اینجا گرفته مرا ببر عشقم. من هم تو را دوست میدارم زیایم. چی؟ ای زهرا تو چی کار میکنی؟ ایست از برای خدا. چی شد؟ زود به من جواب ده. چرا میلیس رو طرفگیری میکنی؟ یا خدایا چه خیلی طرفداری کردم. طرفداری نمیکنم اما اجازه دیم که در نزدم دختر را بسته ترک کنند. چرا نگفتم میدونی تو؟ چرا؟ چون که از او خلاص شدن میخواستم. بابایم او را رمان کردنی بود. دیگر او به بین ما نمیدر آمد. اما تو چی کار کردی؟ در حال رفته او را نجات دادی. چی کار میکردم؟ اجازت میدادم که دست و پای او را بسته برده ترک کنند. همین خیل. چی همین خیل؟ با کجا میروی زهرا؟ از برای خدا بیشین در جایم. میایم جانم. بعد هر جنجالمون خسته میرود. بخشش ممکن است گیرم؟ تشکر. چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ میلیس ها؟ دختر بی عقلی نکنیست. زهرا این چی کار است؟ اینجا بیا. تو از من هستی. بس هست ای دختر ایست. از اینجا گریختن لازم. من باید از اینجا گریزم. کلتکیل از گریخت تواند من هم میتوانم. خیز از جوه. آرام باش و بیرون برآمده هوای تازه گیر. باز جر نشود. ماشینت بسیار فسان است. فسان است. بسیار زیبا. زهرا دیگر این خیلی کار نکنید که ما قربان چشمانت شوم. به خدا دنبه هم حالا هم درد میکنه. تو هم دیگر میلیس رو طرفداری نکن. تمام طرفداری نمیکنم. قول میدیم خدا مرا لعنت کند برای طرفداریم. خیر من درایم. خیر تو خانه درو. خیر تا بستید. اوف درد میکند. عجبا من تا به اینجا آمدم.
یک میلیس را بینم چی می شده باشد؟ دختر از مرگ رها یافت. 2 دقیقه او را بینم چی؟ کنی یک بینیم. احمد تو اینجا چی کار میکنی؟ بابایم بیند میکشه تو رو. خدایا توبه، تشویق شدم گفتم تو را بینم. احمد از اینجا رو، من خوب هستم. رفت. اوف، برای تو آمدم میگویم. با کی صحبت دارد این ابله؟ من به تو نگفته بودم که دیگر وا نمیخوریم. چرا آمدی؟ رفت. با خودش گپ میزنن مگر؟ احمد منتظری چی هستی؟ میخواهی بابایم بیند ما رو ها؟ با ستون صحبت دارد چی بلو؟ برایت تشویق شدم، یک چیز را پرسیدن میخوام اما میگویم پرسم نمیتوانم. پرسیدن این با ستون صحبت دارد؟ این دیوانه شده است. مایلش خریج روان کردن نتوانستیم. دیوانه خونه که رفتی جناب خلاص می شود. میریسو توبه توبه. تمام میروم اما یک چیز را پرسم. آن آدمی نقابدار کی بوده؟ نمیدونم. چگل نمیدونی؟ هیچ چیز را به خاطر نداری؟ چیزی را ندیدی؟ در پیشونیش رسمی ماه بود. دیگر هیچ چیز ندیدم. ماه گفتی؟ چه خیل ماه؟ چرا تو این قدر میپرسی؟ نه وای گفتم با وای آدم تشکر گویم تو را نجات داد، برای همین آخر. وای آدم کی باشد؟ میلیس را چرا نجات داده باشد؟ چشمش به میلیس باشد مگر؟ چی شد میلیس را رشک کرده ایستادم چی؟ نه همینش نمیرسید. تنها خواستم فهمم کی بودنش را، یا اینکه احمد رفت. بابایم تو رو زنده نمیگذارد. چیزی نمیشوده. 2 دقیقه گپ زدیم، تو چی میترسی؟ احمد چی کار میکنی؟ چی کار میکنم؟ از کی پنهان شدی؟ بابایم گفتی از او پنهان شدم آخر. مرا گوش کن. از زهرا پنهان شده ایستاده ها؟ میترسی که هر دویمان رو اینجا میبیند؟ اوف، از زهرا چرا باید ترسم؟ دیگر تو رو آغوش نمیگیرد. خدایا توبه میلیس، از کجا این گپ ها را میبراری؟ احمد من برای تو کی هستم؟ آبا این چی گپ است میلیس؟ از برای خدا این خیل نکن. احمد دیگر نمیخواهم که با من بخوری اکنون. تو فهمیدی مرا؟ تو رو چه خیلی که به زهرا قول دادی از من باید دور گردی. این آخرین بخوری همون بود. آف ای خدای اکا زهرا در نزدی همه از پس تو دویده تو رو پیش کرد. چرا میخندی بی تو؟ پیش کرد، شرمنده شدم. اکا تو هم سزاور بودی. اوف نه وای دختر تماما دیگر میشود. از زبانم نامی میلیس که برایت از داخلی و یک جانور میبراید، او را نفهمیدم. اکا تو هم یک تاش رو انتخاب کن، زهرا یا میلیس. بیتول من زهرا را دوست میدارم. وقتی که خودی رد نبود میلیس رو دوست داشتی؟ همین خیلی دوست میداشتم. اما حاضر چی؟ میلیس رو دوست میداری؟ بیتول از برای خدا مرا یک سو گذار، درباره تو گپ میزنیم. سمی چی شد؟ صحبت کردی با او؟ ناراحت نمی کند؟ نه اکابین، من با تو این رو گفتن میخواهم. من سمی رو دوست میدارم.
من به او خونه دور می شوم و تو زید نمی بروی. میلش اکا لطفا کمی مرا بفهم اکا آخیر. بیتول چرا اینقدر یک روی میکنی؟ من نمیفهمم چی شد؟ مرحمت آنا اینجا خالیست. بیا بشین. آنا میدونی وقتی که تو رو دیدم همه خیلی خورسان شدم که خورساندی هم حد و کنار نداشت. چی شد؟ از پشت اون کلتا کیله است. میدونید قسم میخورم یک سالی در روز خواب نرفتم. انا اون بیشرف اینجا چیه پس؟ چی؟ اکا رهایش کن. بیتول را دعا کن وگرنه تو را اینجا میکشم. آخر بیتول خواهری من نیست گفته بودی کو؟ دروغ گویی دروی کلتا کیله است که ای دیوانه، نامم احمد شمشک است. کلتا کیله است برادری دوگانی کم بود. در این حالت بیتول برای من که میشود بیعقل؟ تو را اکا بگذار رویم. انا این رو هم بگیر. بیتول بیتول چای 95 می‌نوشین دخترکو یا فامیلی؟ اکا خواهرش هم در برش است. کلتا کیلاس را کشید. دیگر کسی که میمورد مهم نیست. فهمو اکا. بیتول خواهرم بیهوده خودت را غمگین نکن. این آدم موافق تو نبود. نفهمیدم اکا مرا ببخش. چیزی نیست. اصلا تو مرا ببخش. در نظرت نبودم وقتهای زیاد. عجبو رحمتی اکای احمد چه خیلی انسان بود. خواستم فهمم. بسیار آدمی خوب بوده است. اکا جان بداخل چی گپ است؟ او را از دست ندیه. بیتول گذشت. بیا سقراط مرگت ناگهان و بی درد می شود. امشب آخران شب حیاتی تو است. کار سقراط را حل کردیم. اکنون سلاح را از خانه بران گرفتن لازم. ولی چه خیر؟
زیبا چشمم رو بسته بردند ها؟ بله آن شب کار از همینجا سر شده بود. کنی رفتیم. بعد از 5 کیلومتر به راه کلان برآمدم. بعداً به راست گشتم. بعد از 10 دقیقه به راه کلان برآمدم. 500 متر تعمیری راه رفته ایستاده بود. بعد به چپ گشتم. بعدی 2-3 کیلومتر صدای اذان برآمده بود. همین مسجد بود. از اینجا به طرف راست گشتم. از یک تونل گذشتم. بعد از 2 کیلومتر به راست گشتم. بله جناب بران. کنی آشنابی آغاز کنیم. رسیدم. چیزی را جستجو داشتی کلتکیلس؟ و
وقت زیاد نداری و یا خلاصه بیا، یا برای من کار میکنی یا در محبس میپوسی. 24 ساعت داری. اگر ها نگویی فردا این سلاح به امنیت میرود. این مراتب 4 مغز پوسیده برآمد کرده کلاس. کارمون جدی است. این آدم چرا نمیمیرد؟ همیشه نجات مییابد. برای کشتن وی تمام شهر را میترکانم. اکنون دیگر چاره ای ندارم. این چیست؟ برایت هدیه گذاشتم سقراط. جوانت را کشو. سپون میترسم که تو رو دستگیر میکنن. سنم تو آرام شو. هیچ کس ما را ندیده بود. شاید کسی ندیده باشد ولی او مافیوز بود. آدمهایش اکنون از پس ما هستند. دیدی که دو روز در نزد مکتب پیش روح ما رو بستند. کسی به ما ضرر رسانده نمیتواند. جوی وی به شرف جهنم است. با این حق داشت. سپون دیرکتور تو رو فریاد دارد. مرا فریاد دارد؟ سنان چی گپ شد؟ با خیر است؟ غمگین می نمایی چیزی شد؟ نه چیزی نشده است. من درباره یک چیز با تو صحبت کردن میخوام. من با تو گپی ندارم که گپ زنم. سنا تو با من معقول شده ای. میخوام با من باشی. چی ها میگویی؟ من سبحان رو دوست میدارم و تو این رو میدونی. همه این رو دونسته؟ قاتل رو دوست میداری؟ همین خیل؟ چی ها میگویی تو؟ انا خیر تکلیفم رو قبول میکنی؟ یا اینکه میخوای سبحان رو با محبس برم؟ زورا جون لایحه سحر دیدمون رو بار دیگر میبینی میلش؟ میلش جانم از آدمی بیکار همه بیزار گفتند.
چیکار کرده ایستاده بی عقل؟ ببخشید به نزدیکی آمدید؟ بابایم تو رو با احمد بیند فکر میکنی که به او ضرر نمیرساند. تو چی ها میگویا؟ بابایم مرا نمیرنجاند، فهمیدی؟ مرا مثل خودت فکر نکن. تو چقدر آدمی خودپرست، به عقل، به آداب هستی؟ میخواهی بابایم او رو بکشد؟ به من نگاه کن. به خاطر که به او ضرر نرسد من از او دست کشیدم. آفرین، قرار خوب برآوردی. اما دیگر علاجی نیست میلیس جان. آی دمت رو گیر، دمت رو گیر میگویم. اگر به احمد ذره ضرر رسد به همش تو جواب میدهی. بس بودگی تاخیر، بیزار کردی. دف شو از پیشم، دف شو. در اصل من از تو بیزار شدم ابله. از پشت چقدر درد کشیدم میدونی تو؟ چی درد بوده است بد اخلاق ها؟ دوست داشتی دیگر کس رو گرفته درد کشیدی؟ بد اخلاق. تو هستی بد اخلاق. احمد دیر یا زود چهره حقیقی تو رو میبیند. همین خیر. اول تو چهره حقیقی مرا ببین بیا آقا. عهدی مرا وجینا. باز کن. تو صدی راهی خوشبختی من نمیشوی. دخترا شما چیکار من تو رو میکشم. سرده سمی، تو مرا سرده. شما کاردار نشوید. مرا گوش کن. از این روز عبارتن از زیاد دور میشوی. مرا فهمیدی بیچاره؟ بیچاره بیچاره تو هستی. من مثلی تو دوست داشتم رو مرده فکر کرده به آغوش دیگر مردها نمیدن روی فهم. بس از آخیر. زهرا چیکار کردی؟ کاری کرده آن سلاح را گرفتن لازم. به آنها مثل غلام کار کردن نمیخوان.
امروز خوراک چی است؟ ای برادر، من کمی پنیر میخواهم، میاری؟ سلاح در داخل آن جامدان است. کاری کرده آن سلاح را باید گیرم، یا سلاح را میگیرم یا اینکه روزهای اسیریم آغاز می‌یابد. چی شد بچه ها؟ بالون ماشین شکاف شده که نه همینش نمیرسید. خیر مرش زودی بس کنید.
یک لحظه صبر کن. این چی است؟ این آن سلاح نیست آخر. سلام کلتکیلس. سلاحی که در عملیات ها استفاده میبری معقولت شد؟ در یک ساعت یا در اینجا میشوی؟ یا اینکه آدم های در نزد امنیت بوده اما سلاح را به امنیت تسلیم میکنند؟ میگویند که سقراط را ترک کردی. استغفرالله. خودم و نزدیکانم را حمایت کردم وگرنه من قاتل نیستم. من این کار را خودم میکردم ولی منتظر تو بودم. خوش، بیا مسئله خودمان را بینیم. 1 سال برای من کار میکنی. فرمان مرا حتما اجرا میکنی. نه، سوختم گویید. چه خیلی کار بوده است؟ کارهای میدانستگی خودت. اما یک همکار میگیری. همکار؟ بینید من تنها کار میکنم، فهمیدید؟ همکار نمیخواهم. در اینجا قاعده ها را من میگذارم کلتکیلس. پروا نکن. شناست است. کمیسر اونال. چی؟ ولی دیگر کمیسر نیست. شما شوخی دارید از برای خدا. من شوخی نمی کنم کلتکیلس. قرار می برارم و عملی می کنم. تو و اونال گروه نوی کاری من می شوید. تقدیرتان از یکدیگر وابسته است. یا برای من کار می کنید یا اینکه در محبس پوسیده می روید. ماشاءالله بسیار خوب کردید. ولی من با آدمی که طول عمرم از پسم بود چه خیل همکار می شوم. می بخشید و وی حاضر در محبس است. چه خیل می کنید؟ ای به شرف کلتکیلس، تو را میکشم. من هم همین را گفتنی بودم. اونال در محبس است و همچون همکار او را از محبس برآوردن کار تو است. آدمی را که به محبس شناندم باز رفته او را نجات دهم مگر؟ فکر میکنم این مشکلی خورد را حل کردن برای تو مشکل نیست. همکاری حقیقی در همین خیل حالت معین می شود. شما جدی میگویید؟ اولین وظیفه که به تو میدیم همین است. کمیسر اونال را از محبس میبراریم.